در یک حدیث شریف آمده که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد فرموده که 70,000 نفر یا تن را دیدم که بدون حساب و کتاب وارد بهشت شدند. باز فرمودن اونها کسایی هستند که لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلى ربهم یتوکلون. او کسایی است که نه خودشان دم میکنه و نه پیش کسی میره که مرا دم کنه و نه بدفعلی میکنن و به الله رب العالمین و به پروردگارشان توکل و اعتماد داره. اول خو مفهوم حدیث عزیزان گرامی مختصرا ای است که رقیه و دم و یک امر شرعی هست و جائز است و رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم داده. پس در این حدیث معنی حدیث و مفهومش که محدثین کرام ذکر کرده ای است که ای کسایی است که ایمانشان به حد عظیم هست، به اخیرین حد که اصلا اونا میگوین که ما را مستقیما الله رب العالمین میبینه، به دم و به رقیه ما نیاز نداریم و به این حد ایمان قوی طبیعی است که هر کس به او حد نمیرسه.